محمد یه مدتیه که توی درمان هستی و الان خیلی سالیه که بهبودی پیدا کردی. میخوام خیلی کوتاه بهمون از فرایندی که تا به امروز طی کردی بگی. بسیار عالی. سلام عرض میکنم خدمت شما. من یه حدود سال 98 درمان شروع کردم و یه حدودی 3 سال به صورت انفرادی به جلسات مشاوره تور داشتم و بعد از 3 سال مشاورم پیشنهاد جلسات گروهی رو بهم کردن و اوایلش خیلی برام سخت بود که توی اجتماع با روابط اجتماعی قرار بگیرم و بتونم با بقیه صحبت کنم، مشکلاتم رو بیان کنم. ولی خب به امید خدا تونستم این کار رو انجام بدم با کمک مشاورم و اینکه خب بسیار عالی بودش. خب تجربت رو توی گروه که الان مدت طولانیه که تو هر هفته میای جلسات گروهی تو و در واقع برای مسیر بهبودیت این تلاش رو داری میکنی که همیشه خودتو با مجموعه لینک کردی. این گروه چه تجربیاتی و چه چیزایی از گروه میگیری؟ چیا بهت میده گروه؟ خب اوایلش میگم یه مقدار سخت بود برام اینکه توی روابط اجتماعی توی گروه قرار بگیرم، ولی خب همین که یه مدت گذشت با مسائل دیگران آشنا شدم، همین باعث شد که یه احساس صمیمیتی بین ماها ایجاد بشه که احساس تنهایی نکنم. یعنی خب تو دورانی که بیمار بودم و اوایل درمانم بود خیلی احساس تنهایی میشم، حتی خانواده‌ام احساس می‌کردم که منو درک نمی‌کنن و در کنارم نیستن حتی. اما موقعی که گروه درمانی رو شرکت کردم این مشکل برطرف شد برام، زیرا به خاطر اینکه بقیه هم مشکل من رو داشتن و همه ما در کنار هم بودیم، این احساس از هم تنهایی رو میگرفت و میدم ما در کنار هم دیگه میتونیم، چون دردهامون یکی بوده از اول تا حالا به شکل‌های متفاوتی بوده، ولی خب چون هممون دردمون یکی بود ما میتونستیم که به هم کمک بکنیم و همین الانش هم تونستیم و باز هم میتونیم. خب احساسی که از گروه میگیری چیه؟ واقعیتش اولین احساسی که میگم همین احساس تنهایی ازم گرفته شد و اینکه آگاهیمو بیشتر کرده. گروه درمانی این که خودت رو اول پیدا میکنی، کی هستی، کجا بودی، چی شد اصلا که الان اینجا نشستی و بعد میتونه به خودآگاهی برسی و بعد از خودآگاهی به مشکلات دیگران به بقیه کمک میکنی. اول به خودت و بعد به بقیه کمک میکنی، حتی کسایی که تازه وارد هستن اونها هم یک روزی مثل تو بار اولشونه که نشستن رو صندلی دور هم جمع شدن، مثل همون روزی که برای من خیلی گنگ بود و میترسیدم اصلا توی جمع قرار بگیرم. خب توصیه‌ات برای کسایی که مقاومت دارن توی گروه درمانی یا فکر میکنن که گروه نمیتونه بهشون کمک بکنه چیه؟ اول خدمتتون عرض کنم که اشتباهی که اصلا کمکی صورت نمیگیره. اولین کمک همه جمع شدن که به اون شخص کمک بکنن و چیزی هم دریافت نمیکنن برای کمک اون شخص، چون بالاخره هر کی داره انرژی و وقتش رو میذاره برای بهبودی اون فرد سالم زندگی بکنه و به خود آگاهی خودش برسه و در غیر این صورت اگر نیاد گروه ها رو میتونه درمانش متوقف بشه. یعنی یک جای تکامل این درمان با گروه درمانی شکل میگیره و یک کلمه‌ای که میتونم بگم که ارزش رو داره، حتی یک بار امتحانش کنه. شاید خیلی ها، من این جمله رو بارها شنیدم که بگم ما تلاش کردیم نشده، نمیشه. اینا نخواستن. اگر میخواستن به قول معروف چی میگن که باید بری تو دل کار. یعنی باید 0 تا 100 به درک بکنی کار رو. اینکه من بیام بشینم حتی اگه مصرف کننده باشم، صداقت با خودم به دیگران نداشته باشم، مصرف میکنم و مصرف کننده هم بیام بشینم بگم من با نشستن اینجا درمون میشم، خیر اینطور نیست. شما داری هم خودت رو گول میزنی هم بقیه که براشون مهم نیست، هیچ اتفاقی براشون نمیفته. اما این بزرگترین دروغیه که به خودش به خودش میتونه بگه که من درمان شدم با اینکه مصرف میکنم یا میام میشینم اینجا، نشستن اینجا درمان میکنه من. نه اینطور نیست. باید بیاد ببینه، درک بکنه، لمس کنه کجا چیکار باید بکنه. هیچ خودآگاهی خیلی به شخص کمک میکنه بعد از جلسات مشاوره فردی. خیلی ازت ممنونم. مرسی که تجربت رو با ما به اشتراک گذاشتی.